با عرض سلام خدمت همراهان کانال پایپ ویژن آکادمی. در این قسمت قصد دارم که آموزش نصب نرم افزار PDMS ورژن 12.1 سرویس پک 4 ریلیز 29 رو خدمتتون باشیم. نرم افزار PDMS هم مثل بقیه نرم افزارهای حوزه مهندسی اصول و قواعد خاص خودش رو برای نصب داره که در حین مراحل نصب توضیحات مربوطه رو خدمتتون اعلام می‌کنم. فایلی که ما تهیه کردیم از سایت PC دانلود شده. فایل نرم افزار در 3 پارت رر و 1 پارت هم فایل کیجن نرم افزار قرار داره. ما فایل رر رو اکسترکت که بکنیم یه فولدر تهیه میشه داخل همون پوشه. باز که بکنیم فایل‌های نصبی داخل اون قرار داره. یه دونه فایل هم به اسم ریدمی فایل تکست، اینو که باز که بکنیم مراحل نصب رو داخلش به ترتیب توضیح داد. اولین مرحلهش هم به عنوان آنرر معرفی کرد. اینو میتونیم گوشه تصویرمون داشته باشیم. فولدر اینستال رو باز میکنیم، فولدر INT. چند تا فولدر این داخل میبینیم که هر کدوم رو باید به ترتیب باز کنیم و شروع به نصب نرم افزار کنیم. مرحله اول ما فولدر رو باز میکنیم، فولدر PDMS. فایل ستاب قرار داره با لوگوی اووا و یک آرم شیلد هم کنار تصویر قرار داره. ما تمامی فایل های ستاب رو رایت کلیک میکنیم و ران از ادمنستریتور اجرا میکنیم. فایل رو ران از ادمنستریتور میکنیم. یه پنجره ای باز میشه قبل از نصب نرم افزار PDMS به عنوان ویندوز فیچر که اینجا اعلام میکنه برای نصب نرم افزار من نیاز به نت فریمورک 3.5 دارم. همونطور که میبینید نوشته برای این کار باید دانلود بشه و نصب بشه روی این سیستم. خب ما برای اینکه بخوایم فایل رو دانلود کنیم اولین مرحله اینه که اتصال به اینترنتمون رو برقرار کنیم. بعد از اینکه اتصال رو برقرار کردیم گزینه دانلود and install this feature رو میزنیم. سیستم به صورت خودکار سرچ میکنه و بعد از اینکه فایل رو پیدا کرد اقدام به دانلود کردنش میکنه. روی هر سیستمی زمان دانلود کردن و نصب کردن این فیچر ممکنه متفاوت باشه و اونم به کانفیگ اون سیستم بستگی داره. اجازه میدیم که نرم افزار دانلود بشه و اینستالش که کامل بشه بعد از اینکه این پنجره رو دیدیم اعلام میکنه که نصب با موفقیت انجام شد. دکمه کلوز رو میزنیم. الان نرم افزار به صورت خودکار شروع به نصب میکنه. دکمه نکست، اگریمنت رو اکسپت میکنیم، گزینه نکست. در این قسمت زیر مجموعه های نصب نرم افزار اووا رو مشخص کرده که همشون تیک زد در خورد یعنی غیر فعاله. یا ما میتونیم دونه بدونه از این طریق فعالش کنیم یا اینکه روی سرشاخه کلیک کنیم و اینتایر گزینه دوم رو بزنیم. همشون فعال میشه. مسیر نصب رو پیشنهاد میکنم که تغییر ندیم، هم مسیر دیفالت بمونه. دکمه نکست رو اینجا هم خوب مسیر رو تغییر نمیدیم. فولدرهایی که میسازه بابت نصب نرم افزار رو معرفی میکنه. نکست و اینستال. خب این اولین مرحله از نصب اووا. این مرحله هم ممکنه زمان بر باشه. اجازه میدیم که حالا نصب به صورت کامل انجام بشه.
خب بعد از اینکه نصب کامل شد با پنجره تکمیل نصب مواجه میشیم. متجر میبندیم، فولدر دوم رو باز میکنیم، فایل ستاپ، رایت کلیک، ران از ادمنستریتور. گزینه نکست اکسپت میکنیم اگریمنت رو، نکست، مسیر رو تغییر نمیدیم. اینجا هم 2 تا روش بابت لایسنس نرم افزار معرفی میکنه که ما میذاریم در حالت دیفالت و همون گزینه اول بمونه. گزینه نکست رو میزنیم، اینستال، دکمه فینیش. خب به ترتیب فولدر بعدی رو باز میکنیم، بازم فایل ستاپ، ران از ادمنستریتور، دکمه نکست اکسپت نکست. خب اینجا زیر مجموعه نصب فعال نکست و اینستال. فینیش، فولدر بعدی رو باز میکنیم، ران از ادمنستریتور میکنیم فایل ستاپ رو، دکمه نکست اکسپت نکست، زیر مجموعه فعال نکست و اینستال. فولدر بعدی رو باز میکنیم، ران از ادمنستریتور، نکست اکسپت نکست، زیر مجموعه فعال است، نکست نکست. فینیش، فولدر بعد رو باز میکنیم. سعی کنیم ترتیب نصبمون هم همین ترتیب قرارگیری فایل ها باشه. نکست نکست نکست، فایل هم نصب میکنیم. فینیش، فولدر بعدی. خب توی این فولدر پیانایدی اووا رو میخواد نصب کنه. خب اینجا ران از ادمنستریتور نداشتیم، دکمه اینستال رو میزنیم، نکست، زیر مجموعهاش فعال، مسیر رو تغییر نمیدیم، نکست و اینستال. این فایل نصب هم زمان بیشتری میبره نسبت به این 3-4 تا فایل نصب قبلی. این هم اجازه میدیم به صورت کامل نصبش تکمیل بشه. خب ما داخل فایل تکستمون ببینیم تو چه مرحله قرار داریم. آخرین فولدر INT رو هم داریم نصب میکنیم. بعد از اون باید وارد پروسه اینستال آپدیت بشیم. خب بعد از تکمیل نصب با پیغام کامپلیت PNID ستاپ مواجه میشیم، دکمه فینیش. خب اینجا ما از پروسه اینستال خارج میشیم و اینستال آپدیت رو باز میکنیم. خب این قسمت میاد آپدیت هایی که روی ورژن 12.1 قرار داره که مربوط به همون ریلیز 9.
روی فایل ما هم اعمال میکنه. اجازه میدیم نصبش به صورت کامل انجام بشه. خب با این پنجره مواجه میشیم که completed successfully، نصبمون کامل انجام شد. فولدر بعدی رو باز میکنیم install ALS. ALS مخفف Aveva Licensing System. فایل ستاپ رو ران از ادمنستریتور میکنیم. next زیر مجموعه next. دیگه تو این مرحله به بعد ما لایسنس اووا رو میخوایم نصب کنیم. تنظیمات مربوط به لایسنس. خب نصب کامل شد. اینجا یه پنجره‌ای بابت نصب C++ 2008 باز میشه. این نرم افزار رو نصب میکنیم. اجازه میدیم به صورت کامل نصب با پیغام successfully installed. خب این مرحله ما میریم توی مسیر نصبی که اووا لایسنس رو روی سیستممون نصب کردیم و قاعدتا درایو C اووا لایسنسینگ سیستم ALS کلاینت کانفیگوریشن رو باز میکنیم. همینطور که تو فایل تکست هم میبینیم رایت کلیک و ران از ادمنستریتور. خب پنجره‌ای باز میشه. توی فایل تکستمون هم توضیح داده که بابت پورت نامبر مقدار 4545 و بابت هاست نیم عبارت لوکال هاست. به داخل بخش یوزر انوایرومنت و چه پارت پایینش سیستم انوایرومنت. جا هم مقدار 4545 هاست نیم هم عبارت لوکال هاست. خب بعد از وارد کردن این مقادیر دکمه سیو ستینگ رو میزنیم برای اینکه مطمئن بشم این دکمه فعال عمل کرده. دوباره این دکمه رو میزنم و کلوز. خب تو مرحله بعد ALS کنسول رو باز میکنیم ران از ادمنستریتور. خب اینجا 3 تا تب داریم. تب اول کوئریه که وضعیت لایسنس رو به ما نشون میده که همشون دان و به رنگ قرمز، یعنی الان غیر فعاله. در صورتی که این فعال بشه رنگش سبز میشه و عبارت دان به آب تغییر میده. خب تب استارت استاپ رو باز میکنیم. دکمه استارت لایسنسینگ سیستم رو میزنیم. خب پیغامی میبینیم مبنی بر موفقیت آمیز بودن استارت این سرور. دکمه کلوز رو نمیزنیم. الان وارد تب لایسنس میشیم. در این قسمت ما باید فایلی که از فولدر کیجن دانلود کردیم رو بهش تعریف کنیم، ولی مربوط به همین سیستم خودم. من فایل کیجن رو باز کنم.
خب اینجا فایل ررش هست و اون بالا هم اکسترکت شده. اینو که باز میکنیم بله یک فایل با پسوند اگزه داخلش پاک شده. این فایل رر رو باز میکنم. بله این فایل هستش که با پسوند اگزه. خب این علتش اینه که آنتی ویروس میاد این فایل رو به عنوان فایل مخرب شناسایی میکنه. ما قبل از اینکه بخوایم دوباره اکسترکت کنیم آنتی ویروسمون رو غیر فعال میکنه. خب بعد از اینکه آنتی ویروس غیر فعال شد فایل pigeon.rarمون رو اکسترکت میکنیم مجدد و اون فایل اگزه رو ران از ادمنستریتور اجرا میکنیم. یه پنجره داس باز میشه و اینجا میاد اون کد مربوط به سیستم ما رو میسازه. برای اینکه کد ولید باشه حتما باید مطمئن باشیم که به اینترنت اتصالمون برقراره. و الان تو این مرحله یه دکمه میزنیم برای ادامه. الان فایل لایسنسمون رو که همین فایل دومه ساخت. ساعت و تاریخش هم مربوط به همین. خب این مسیر رو کپی میکنیم، مسیر قرارگیری فایل لایسنس رو داخل تب لایسنس سیستم کنسول مسیر رو پیست میکنیم. فایل لایسنس رو انتخاب میکنیم و دکمه اوپن. اینستال لایسنس فایل رو میزنیم. یه پنجره جدید باز میشه. استارت لایسنس فایل اینستالیشن رو میزنیم. خب تو این قسمت اگر فایل لایسنسمون ولید باشه این صفحه تمام اطلاعات مربوط به لایسنس رو می‌نویسه، ردیفاش رو اضافه میکنه و به رنگ مشکی ادامه پیدا. در صورتی که فایلمون اینولید باشه با یه پیغام قرمز رنگ متوقف میشه. خب اینم زمان بره. در پایان هم پیغام نصب موفقیت آمیز رو مشاهده میکنیم. دکمه کلوز رو میزنیم. خب وارد تب کوئری میشیم و وضعیت لایسنس رو بررسی خود زدن کوئری. خب دو تا از سرورها ثبت شد و لایسنس PDMS فعال شد. دکمه کلوز رو میزنیم. برای اطمینان از نصب موفقیت آمیز نرم افزار رو اجرا میکنیم. حالا به عنوان مثال ماژول دیزاینش رو باز میکنیم. پروژه سمپل، یوزر نیم رو همون سمپل انتخاب میکنیم. پسورد هم که به صورت دیفالت 6 تا X با کپس لاک روشن. MDB رو هم روی سمپل لاگین. خب در صورتی که ما نصبمون دچار ایراد باشه این پنجره کنسول PDMS با همین مراحل ارور میده و وقتی که داره فایل رو لود میکنه خب نشون میده که نصبمون موفقیت آمیز بوده. اجازه میدیم که نرم افزار باز میشه. خب تمامی مراحلمون هم مطابق با همین فایل رر پیش رفتیم. در پایان هم ماژول دیزاین رو در حال چک کردن هستیم.
خب نرم افزار باز شد، یه سایت استابیلایزر، زون اکویپمنت رو به عنوان مثال لود میکنم. بله، نصب PDMS مون به صورت کامل انجام شد. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. لطفاً ما رو در کانال یوتیوب دنبال کنید.